و مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم عبارت از یک زمین شغل میده، سنگ میده داشت، خاک بود. بنابراین صحابه ها چه خیلی که در صحیح بخاری آمده است و در صحیح مسلم هم با پای افضل خود نماز میخواندند، پای افضل را نمیکشیدند. چه خیلی که در صحیح بخاری مسلم آمده است یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز بودند و در نیمی نماز از بالای پای افضلشان به زمین فرا آمدند. تمام اهل مسجد از بالای پای افضلش به زمین فرا آمد. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را تمام کردن پرسیدند برای چی شما پای افضل‌های خود را کشیدید؟ گفتن که یا رسول الله دیدیم که شما کشیدیم گفتن. یعنی این دلالت به پیروی صحابگان کرام، عیناً هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردن. چه خیلی که جناب رسول الله از دست یک صحابه انگشترین طلا رو گرفتند و گفتن که ایعمد احدکم الی جمره، یکی شما مگر آتش رو به دستش میکند؟ به مردها حرام است طلا گرفتن به دست، عموما استفاده بردن طلا به مردها حرام است. گرفتند و به زمین پرت افتاد. بعد رفتن. بعد صحابه گفتن که گیر آخر استفاده برای طلا استفاده بردنش حلال است به مرد. شما میتونید طلا خرید فروشید، تجارتی طلا داشته باشید، شما میتونید و مقصد به همسرتان هدیه کنید یا فروشید. گیر و استفاده بر. گفت که لا اخذه ابدا، هرگز نمیگیرم. لقد طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حقیقت این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت افتاد. چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت افتاد من نمیگیرم. گفت نگرفت خلاصه. یعنی سخت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو پیروی داشتن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که برای چی پای افضل رو کشیدید؟ گفتن که دیدیم که شما از آن خود رو بدر کردید، ما هم بدر کردیم یا رسول الله. بعد گفتن که نه آخر من رو جبریل اومده خبر داد که در زیر پای افضلت چیزی هست، یعنی نجاست هست، شاید ندیده زیر کردن. بعد من کشیدم. گفتن